آقا سلام خوش اومد دیگه. آقا این ویدیو در مورد پورتال بهشت، حالا اینایی که ما دیدیم پورتال یکم اونورتره و یکی اولین ویدیو بذارم. خب من حقیقتش چون ویدیو رو تازه شروع کردم مطمئنا کلا 3 تا لایک، اما اگه بیشتر از 3 تا لایک شد و هر کس که کامنتش این زیر لایک نخوره 1700 تا ماین کن جایزه داره. بله و اونم پورتال بهشتمونه. عجیب اوه خیلی نزدیک بود این یکیش. سیب سیبشو بده که سیب نیست. اوکی اینا میذاریم و تکلیف از اینا میکنیم و چند بلاک میریم لا تا بتونیم یکن سیب برداریم. دست بکنیم راحت‌تر که یه کرافتینگ تیبل گردیم تبر الان بالا چجور بلاک اومد بچه؟ افکت معده درد داریم. آی خب این ماله چند لحظه سقوط کرده بودم. حالا بریم. این موبایل همزه نیست. خب بچه بباشید من یه لحظه یه چیزی ازم پرسید در وسط ویدیو حرف زد چیزای دیگه، ولی خب برقرار شد دیگه خودمونیم. اینجا که لوت خاصی نبود و اینا چقدر ساده‌تر از سنگ کنده میشه. غذاتون بده بیاد. خب اینجا اینه که میوای بهشتی داریم و میره بهشتی خیلی غذایه. وات این چی بود دیگه؟ و بچه ما چون موریم بچه این دیگه چی میگه اینجا؟ یعنی چی الان؟ مثلا یه تاریخ داره، داستانی یه چیزی داره. آی خیلی لابی نه It's okay, no. Wait. Oh, no. نه فلان نصفش مون رفت و کجاییم؟ نه بپر تو آب. استفالین چتر اوکیش. کجاییم ما؟ اینجاییم. پورتال بهشت کجا رفت؟ شما هاردکور هم هست نمیتونیم خودکشی کنیم.
شاید دمیج بخوریم درست بشه. اصلا این بچه پورتال بهش رفت اصلا نیستش. ها فهمیدم این ور اینو اصلا اون ور انشالله خدایی به پورتال برسیم. هاردکور هم از خدای هاردکور یکی از چیز سخت بازی. اینجا همون جایی که اومدیم چوکن. من پورتال هم میرسیم. خدایی بره خطریه ولی خب یه خوبی که داره همینه که زمینه. شاید باورتون نشه ولی من پارکورم افتضاحه. وی اوه 5 بلاک پریدم. وای بی بی چون اینو خیلی خطریه. بی این بازی چند بلاک اینا میتونه برگردن اتاق بودن ولی خب میتونست هم مثل دیرین بلاک یه شست لوتش که با این میشه ترید کرده حقیقتا گذار بعد چیز به درد بخوری نره این بکنم بده بیاد رو شب با کدوم از شما میشه ترید کرد حقیقتا این دفعه بده این وره احتمالا لوتای خوب داشته باشه ما دیدیم فاکیم بدنی نه بابا اینو باید یه بلاک بیدرد بخور بابا بیا حالا دیگه اون رو زدی کن بابا ماما بذار من که سته پونه اینجا اگه بخوام بینیم بعد یکم باورتش نیستم فکر نکنم واسه بیری زدنم کاف باشه چوبای بهشت و چرا چوبای بهشت باید چرا و من سوالم اینه که چجوری آرمور درست کنیم ما که مردیم چجوری آرمور باید درست کنیم و چجوری تو به حالا طبق گفته های معلمان ما می اومدیم چیز خوبی بهمون میرسید اما من زندگی سالم اما یه وقت بوده سربای اینجا حاجی فالمش خوشحالاتون رو بس خودتون باید بیریش به کدوم زن بزنیم ما که میتونیم با اینو پلنگ بذار بس دیگه 20 دقیقه گذشته دیگه خودم میگم با اینا نمیشه پلنگ ساخت فقط به درد بیری کنی چی بود خدایی
بچه این ماد نیست، خود بازی بدراک میذاره بکنیم. Yes. نه نه پرش جونی. یس من چوب قشنگی دارم. من نمیدونم چرا لوتای خفن شما رو خیلی وقت نمیدونم لوت کنیم. بابا یعنی چی؟ از جایی که نمیدونم نه یس بالاخره یه لوت درست حسابی داشته باش. تو عکس بیتر نادن بده چون شدن بده غذا که فعلا نوشته من ستا خوشگلم یه چیز دیگه. ای اجنس اوی لوت تو باید بده. اجنس یا آدمه؟ ها ایفکت میده. آجی دست درد نکنه. خدا سرشاهد آدم انسان چه فکرم برام ها این به موینی میده. وای آجی من با تو کاری نه قربون این چیز موجودات بیش باشه اتک نمیدم ولی من فکر میکنم شیطان و دمج بهش دادم بدبخت وقتا فی دیوونه چه شیطان و اتک نمیدم. 8 تا پلک فقط نمیشه باید پلک موت آقا یعنی حتی نمیشه بسه اینا پلک نمیشه چه فصلی پیش بسه اینا aynen şu ismi konuşuyor şu ismi şöyle 8 تا آخرین چوبه که واسه کارم میدونم به 6 تا 6 تاش چوبه که شید اوی چنگنی داریم از اسپانر بدنیم بابا هی چستا شد نمین چی خست یا نوم شو نوم رسا تموم کن